علیکم و رحمت الله و برکات. برادرای عزیز، مادرای عزیز، خواهرای عزیز، از میدونم که اول در ویدیوی پدری که مردگی دیدین همتون همین سوال میدونم میتین. انا برادرای عزیز، نشاطی همین پدر گپ میزنم که برای چی در اول موندم. از همتون خواهش میکنم به خاطر الله چند کمیتونن ویدیو را پدریت کنین و به خاطر الله همین ویدیو را لایک مونی و دیگر رو روان کنین که یک پدری ما و شما، یعنی پدری تاجیک سفر میکنه، پدری مسلمان سفر میکنه به خانه خدا، یعنی به کعبه. میخواست که مقصد زیارت خانه خدا بیاید، حاجی شود و به آرزوهاش هم رسیده. به خانه خدا اومده، به زیارت هم حج خداوند قبول بگردونه و حاجی شده. اما یک خبر دیگر که خداوند در مقصد خانه خدا در زمین مکه خواست که به زیارتگاه ها رود که در همونجا روز بود است. خداوند جان این پدر رو گرفت. مقصد برادر عزیز از این ویدیو من این است که همه کس دست باید ببردار امروز در حق پدر دعا کنیم که خداوند کریم گورش پر نور کنه و خداوند کریم سوال و جواب منکر نکیر آسان بگردونه و بهشت جاودان نصیبش بگردونه. این پدر که پدری ما و شما است. برادرای عزیز، فکر میکنم که در جای بهترین خداوند جانش را گرفته است. هر کس حتی آرزو داره که خداوند در اینجا جانش را بگیرد. هر یک انسان آرزو داره که در نزد خانه خدا، نزد کعبه، در زمین مکه، هر یک کس آرزو داره که خداوند در اینجا جانش را بگیرد. به اون خاطر برادران عزیز، به خاطر الله چند قمیتون ویدیو پدری سکنین که چند آدم بسیاری همون قدر در حقش دعا کنه که خداوند آخرتش آباد کنه. این پدر واقعی سربلند و خانه آباد و جین خداوند یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم.